ریاست پریستاف‌های دادگاه ولایت کالوگا روسیه روز 20 مای سال 2024 خبر داد که از این ولایت با 30 مهاجر را اخراج کردند. 16 نفر آنها از تاجیکستان، 10 نفرش از ازبکستان، 2 نفر از قرقیزستان و 2 نفر دیگر از کشور افریقایی نیجریه بودند. گفته می شود تنها در نیمه اول ماه مای به دست پریستاف‌های کالوگا 30 قرار دادگاه درباره از این ولایت و از روسیه بیرون کردن مهاجران غیر قانونی رسید. این افراد در حدود شهرهای کالوگا و اوبنینسک، همچنین در ناحیه‌های بروفسکی، ژوکوفسکی، میدینسک، دزرژینسک غیر قانونی کار و زندگی داشتند. آنها را تا زمان تهیه سندهای اخراجشان در بازداشتگاه مخصوص نگاه داشته بودند. بعد تهیه همه سندهای لازم، پریستاف‌ها این 30 مهاجر غیر قانونی را تا خط مرز در فرودگاه شهر مسکو پایتخت روسیه برده رساندند. از آنجا آنها را به وطن دپورت کردند. گفته می شود در اطلاعیه ریاست پریستاف‌های ولایت کالوگا همه 30 مهاجر اخراج شده تا 5 سال آینده از حق ورود به روسیه محروم گردیدند. در روسیه گوبرناتورها را پرزیدنت تعیین میکند. متاسفانه سالهای آخر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در چندین ولایت از جمله در کالوگا، تولا و کالینینگراد و همین طور در منصب‌های بلند حکومتی از جمله در رهبری کمیته تفتیشات روسیه شخصان موقعشان آشکارا ضد مهاجران را گوبرناتور یا وزیر و یا رهبر اداره تعیین کرده است. سال 2020 پوتین ولادیسلاو شپاش را که با موقع سیاست آشکارای ضد مهاجران نام برآورده است والی کالوگا تعیین کرد. در دوره رهبری شپاش از کالوگا قریب هر هفته خبرها درباره موج‌های نو به نو تعقیب و اخراج مهاجران در سرخط خبرها قرار میگیرد. اینک چندین سال باز در ولایت کالوگا مهاجران را حتی برای قانون‌شکنی‌های خرد و ریزه دستگیر و اخراج میکنند. برای کشورهای چون تاجیکستان که منبع اساسی تامین روزگار اکثر خانواده‌هایشان پول از روسیه فرستاده عزیزان مهاجر آنهاست، از حق سفر به روسیه محروم شدن هر مهاجر به معنای از یک منبع اساسی درآمدش محروم شدن دست کم یک خانواده است. هر سال از روسیه به تاجیکستان و اساساً با شرافت مهاجران چندین میلیارد دلار پول میفرستند.